ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ با افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار 19 را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. مرد بزرگ جثه‌ای پهلوان صورت یک تا قدم برداشته به میان برآمد. تو چی کسب داری؟ من حاکمی سرایم. بگو که از گنجشکان جان می ستاندی یا خون مردمی سرکش را می ریختی؟ آن 4 دار میدان شهر را با امریکی ساختند. تو به آن دار گوسفند می آویزی یا آدم؟ حاکم چشم به زمین دوخته لب فرو بست. زندانهای شهر در اختیار تو هستند. در اختیار من؟ بگو شاعر خواجه کمال در کدام زندان؟ اگر بگویی به تو آزادی می بخشم، پنهان داری، به 1 عمر زندانی می شوی. حاکم 2-3 قدم پیشتر رفته عرض کرد که او از مردن خویش خبر دارد و از کجا بودن شاعر بی خبر است. احتمال وی در زندان خان باشد. تختمیش، شاعر را کجا کردی؟ کدام شاعر؟ کر شده ای مگر؟ ما از کدام شاعر حرف می زدیم؟ شاعری که از تبریز اسیر آوردی. من پاسبان شاعر نیستم، اما به زندان انداختن شاعر را می دانی. من نسبت هیچ یک شاعر بی حرمتی نکرده ام، به زندان نبرده ام. این چنین بدان که من زندانبان نیستم. راست گفتی، تو به زندانبانی سزاوار نیستی، زندانی می شوی. او را به زندان برید. به آمده بردن سربازان نگران نشده، تختمیش خان به سوی برآمدگاه قصر روان شد و به درباریان نیم نگاهی نکرد. در روبروی تیمور سپهسالار آغشته خون تنی تنها مانده بود. از رفتن خون زیاد بیحال شده سرش چرخ میزد. صدای به گوشش نمی در آمد. پیش چشمانش را پرده تیره گرفته بود. هرچند کوشش میکرد به پای ایستد نمی توانست و بالاخره کلبیده بر روی فرش به 1 پهلو افتید. 2 نفر از ملازمان تازان آمده او را برداشته بردند. وقتی سپهسالار را از در می برآوردند، میرشب وارد شد. او استک در کمی درونتر در روبروی امیر تیمور دست بالای دل نهاده خاموش ایستاد. تیمور از قیافه اش پی برد که عرض دارد. چی خبری خوش میرشب؟ امیرم، فرمانتان اجرا شد. شاعر را پیدا کرده آوردیم. وی زنده است؟ با اضطراب پرسید تیمور. زنده امیرم. وزیر گویان قریب بود از پای افتاد. حاضران همه به این رفتار وزیر اعتبار دادند. تیمور اندکی خواطر کشید و به تو چی شد گفته پرسید. من شادم که شاعر زنده مانده است. شادم گویان ندا در داد وزیر. میدانستی که جان او در خطر بود؟ پرسید امیر. وزیر از هیبت تیمور نو به خود آمد. اکنون به تنش لرزه در آمد. پاسخ داد که در چنین بیسر و سامانی
هر واقعه روی دادنش ممکن بود. میرشب به پیش آمد، به نزد وزیر رفت، با دقت به وی چشم دوخت و خواست درک کند که از شنیدن خبر خود قیافه اش چه نوع تغییر می یابد. امیرم، شاعر بزرگ خواجه کمال خجندی در همین جاست. گوی تشریف فرمایند. خواجه کمال در سر و لباس حقیرانه با ریش و مولبی رسیده از در آمد. به حاضران نظر دواند، سرش را اندکی خم کرد و به جانب امیر تیمور روانه شد. وی اکنون تیزتر قدم می برداشت. سرعت قدم برداری او را دیده امیر با شتاب پذیره اش رفت. از دیدن این لحظه بازدید چه غالیبان چه ارباب دولتی مغلوب شده به وجد آمدند. آنهایی که خواجه را می شناختند یا خود به صحبت شاعر مشرف گردیده بودند حالا در قطار اسیران می ایستادند. آنهایی که او را از روی اشعارش غایبانه دوست می داشتند در صف غالیبان بودند. اگرچه هر یکی در دوش قسمت رنگین داشت، شاعر باعث سربلندی و افتخارمندی آنها بود. به حال و احوال وی دلشان می سوخت و به کوردیلی زمانه لعنت ها می خواندند که نسبت اهل فرهنگ نامرد است. دریغا که تقدیر مردم بزرگمایه به دست ناکسان است. دوران با معرفت و فضیلت نمی سازد. امیر شاعر خسته حال و بیمدار را به آغوش کشید. از زیر بغلش داشته به کرسی طرف راست تخت نشاند. خواجه کمال چون دید که به کرسی هوسگل ناکام می نشیند بی اختیار آبی دیده کرد. حاضران گمان داشتند که این اشک شادی است. امیر تیمور به بر شاعر راست ایستاده حالجویی و درد پرسی می کرد. چیزی به یادش رسید که به وزیر روی آورد و از زنده بودن شاعر شاد هستی گفته پرسید. وزیر گویا نو به هوش آمد. در نزد خود میرشب را دید که مهیای او را با مشت زدن است. چی کار کردن و چی گفتنش را ندانسته به چهار طرف می نگریست. میرشب خودداری کرده نتوانسته خندید. وزیر به حاضران توجه نکرد، به مناسبت آنها اعتبار نداد. سؤال امیر از یادش رفت و برابر میرشب بخندید. این چنین لحظه خیال و اندیشه خواجه کمال را به خود مشغول نمی داشت. وی ساعت خلاصی خیش و مردانوار قربان شدن زنی صاحب خرد را به یاد می آورد و خون می گریست. های پدر سگ، تو به چشم عدو مردم ما را چاپلوس و شعبده باز نشان مدی. بی شرف. بانگ زد لشکرکشی که سرش لطه‌بند بود و از زیر آن خون می زهید. امیر تیمور، این میمون ما را بسیار بازی مدار. هر حکمی به عنوان ما روا داری زودتر برار. ما به دیدن این رذالت دیگر تاب و توان نداریم. آن به که هرچی زودتر سر به دست مرگ بسپاریم. خطاب نمود سپه سالار دیگر. به آن دنیا شتاب مکن، گفت امیر. بگذار وزیر اندکی خرسندی کند. امیر تیمور از گوشه با اشاره انگشت خزیندار را نزدش خواند. مرد میان سال خوشسر و لباس با شتاب آمد و منتظر فرمان امیر سرخم ایستاد. تیمور دو انگشتش را نشان داد. مرد از بغل دو همیان برآورد، بر روی کف نهاده به امیر سپرد. میرشب،
این حق خدمت تو. یک همیان را دراز کرد. سپس با گوشه چشم به سوی شاعر نگریست و به میرشب سؤال آمیز نظر انداخت و خواست بپرسد که تو چنین انسان شریف را در چی سر و لباس به حضور من آوردی؟ میرشب به گناهش اقرار کرده گفت امیرم مرا ببخشید. به بدل پوشاک وقت نشد. بشتافتم که هرچی زودتر به شما خبری مبارک رسانم. راستش را بگویم خواستم نشان دهم و مردم ببینند که تختمیش خان چه شخصی جاهل بود و شاعر معروف و مشهور ما را در چه حال و در چه سر و لباس نگاه می داشته است. کلام میرشب به تیمور خوش آمد. بگیر، همیان دویم تحفه من است. این برای آن که خواجه کمال بزرگ را صحت و سلامت به حضور ما آوردی. امیر اسم خواجه کمال را با آواز بلند و با کمال افتخار به زبان آورد. به جانب مردم غالب نظر انداخت و گفت که شما را تبریک می کنم که با شاعر بزرگ کشور خود وامی خورید. خواجه کمال از جای برخیسته به هر دو طرف چند مراتب سر فرود آورد. خواجه مراجعت نمود امیر تیمور. می بینید مردم از دیدار شما تا چه اندازه خوشنود هستند، اما از خرسندی بی پایان وزیر دربار تختمیش من به تعجب آمدم. با وی چی مناسبت داشتید؟ امیرم، شاعر با قاتل خود چی مناسبت داشته می تواند؟ چی؟ قاتل؟ بله، وزیر به نوکرانش فرمود که دست و دهانم را بندند، به مثل جوال پربار به دریا پرتایند تا لقمه ماهیان شوم. حاضران به سوی وزیر نفرت آمیز می نگریستند. بعضی از اهل دربار تختمیش دستهایشان را مشت کرده به وزیر در افتادنی شدند. سپاهیان امیر تیمور آمده به این کار راه ندادند و وزیر را به حلقه احاطه گرفتند. بعد چی شد؟ پرسید امیر. صاحبه همین کرسی به کرسی نشسته اش اشاره نموده به خلاصی بنده کوشید. در شخص میرشب مددگار پیدا کرده مرا از چنگال قاتلان نجات داد. ولی صد دریغ که خودش از تیغ آدمان بدطینت وزیر کشته شد. خواجه وی کی بود؟ وی زنی با تدبیر صاحب دل، با فضیلت و دلاور بود. به تحقیر وی نیز وزیر کمر بسته بود. میرشب او را گران دید؟ نه، جسدش در سرای سری جویبار. مرحومه پیش از چشم پوشیدن خواهش نمود که با همان لباس خون آلود گرانیم. میخواستم به این از شما رخصت بپرسم. در این باره من امر علاهیده میدهم. حاضر وزیر را به زندان برید، با تختمیش در یک حجره اندازید، با یکدیگر حسابشان را برابر کنند. امیرم، امیر بزرگ، داد زده وزیر به زیر پای او افتاد. بخیز، در شخص تو میخواستم مرد صادق و توانا را بینم. خیانتکار و رذیل پیشه بوده ای. یگانه شخصی صاحب اعتبار در درگاه شما خواجه کمال بوده است. مادام که خواستید قصد جان او کنید،
هیچ یکی از شما به لطف و مرحمت سزاوار نیستید. زودتر برید که من این منفور را دیگر نبینم. به داد و فغانش اعتبار نداده وزیر را کشان کشان بردند. همه به نمازگاه قصر حاضر شوید، امر نمود تیمور. بعد نماز به مرحومه جنازه میخوانیم، او را همچون شهیدی راهی نکویی به خاک می سپاریم. مردم به امیر تیمور احسن میخواندند. خواجه بزرگ به کمال مراجعت کرد. میرشب مردم نگرانند تا از زبان شما سخنی بشنوند. شاعر به ما بین برآمد و به حاضران نظر انداخت و سپس قرائت کرد. بحمدالله که دیگر بار روی دوستان دیدم. چو بلبل می کنم مستی که باغ و بوستان دیدم. من آن مرغ خوش الحانم که بیرون از قفس خود را به اقبال بهار من ز تشویش خزان دیدم. فلک گر تافت روی مهر و برگردید از یاری، فراموشم شد آن هر دو چو یاری مهربان دیدم. زمانی وصل کز دیگر زمانها به نهد عاشق، بروی دوستان من آن زمان را این زمان دیدم. کمال آن دم که خواهی دید با یاران قرین خود را، به تیمور تعظیم می کند. بگو این دولت از یمنی شهی صاحب قران دیدم. مردم دست به پیش گرفته سر پایین آورده به سوی شاعر و امیر تیمور تعظیم کردند. تیمور با کمال اینان بر اینان به سوی راه میدان وسیع روان شد که آنجا سپاهیان لشکر و باشندگان شهر از قصر برآمدن صاحب قران را در انتظار بودند. جنگیان به استقبال امیر تیمور لشکرکش با تحسین و آفرین زنده باش هیاهو برداشتند. مردم شهر افتاده روح و خسته حال بودند، اکثر اشک می ریختند و غصه می خوردند. اهل بیت آنها که گرفتار بند اسیری بودند با التجا فریاد می زدند که امیر بزرگ لطف و مرحمت نماید، به حال و احوال پیران و کودکان رحم بکند، اسیران را از شکنجه آزاد نماید. امیر به داد و فغان مدت مدید گوش فرا داد. اخیراً دست بالا کرد و ازدحام خاموش شد. من به داد شما می رسم، ندا داد امیر و در بین آدمان صداهای گفت و شنید بلند شد. این گفته های تیمور غیر چشم داشت است. خدا به دل ظالم رحم انداخته است. این علامت پیری است. شاید پروردگار به دلش عدل و انصاف جای کرده باشد. برای ما امروز عید است، افزود امیر تیمور. ما از بالای تختمیشخان عهد شکن غلبه کردیم. او را به زندان انداختیم. وزیر خیانتکاری جفاپیشه اش را این چنین زندانی کردیم. مردم یک باره فریاد کردند خوب کردید، همین از سزای آن دلازار مردم شکار. وی نابکار بداند که کیفیت زندان چیست. امیر به سخنش دوام کرد. مردم، شکوه عید ما در آن است که شاعر شناخته زمان خواجه کمال خجندی را از بند اسارت 11 ساله آزاد نمودیم. ما ایشان را از چنگال مرگ خلاص کردیم. حالا حضرت در پهلوی من ایستاده اند.
سامعان سری تعظیم خم کرده دست به پیش گرفتند. بعضی از پیران به سری زانو نشستند، اشک ریخته دست کشاده در حق امیر تیمور دعا گفتند. خلق با آمین کف برو کشید. من به درباریان، به سپاهیان که اسیر افتاده اند، به افتخار سلامت ماندن خواجه کمال آزادی عطا می کنم. بیهوده نگفتند که خداوند رفتار و کردار شاه و امیران را با زبان شاعران تغییر می دهد و حکم اعمال آنها شاعر است. گفت پیرمردی که منه به عصای قبه‌دار نهاده رفتی واقعه را مشاهده می کرد. به هر سخن با دقت گوش می داد. این بار اول بود که تیمور به چنین احترام ساکنان شهری ضبط کرده اش سزاوار می گشت. امیرم، تبریک می گویم که خلق با چنین گرم دلی استقبالتان نمود. حضرتم، این به شرافت شما می باشد. در جنگنامه من خواهند نوشت که امیر تیمور ملک را به دست آورد. شاعر خواجه کمال دل مردم آن ملک را تسخیر کرد. متشکرم. هر دو آهسته قدم پرتافته به سوی کوشک روان شدند و در تنهایی امیر تیمور از نیت و مقصدهای شاعر پرسجو کرد. شام غم پسی سر شد. روز روشن رسید. این از شرافت قدوم شما به این سرزمین است. سالیان زیاد عذاب و مشقت بسیار کشیدید. بدبختی در آن بود که می‌خواستند از من انسان دیگر سازند. خواجه کمال پیشینه را نیست و نابود بنمایند و به مثل بود یک کمال بی کمال پیدا کنند. می‌خواستند در آن به صورت جای بدهند که به تار و پود قلب من بیگانه بود. محض برای آن دل همیشه زخمین بود، خون می چکید. در سمرقند به درگاه ما شما صاحب اختیار هستید. کی خواهید به دیارتان به خوجند سفر می کنید؟ خوجند. در خوجند جای دلکشالی نماند امیرم. سال گذشته خبر رسید که پدر و مادر در یک ماه از عالم چشم پوشیده اند. می دانم که غم من سوهان عمر آنها بود. در این عالم قسمت به من نامهربانی کرد. شاید در آن عالم نیک فرجام باشد. خواجه، آماده باشید. پس فردا به سفر می براییم. به وطن برمی گردیم. بله، می رویم. دمی خاموش ماند شاعر. امیرم، خوش؟ همه بدبختی های من در آن است که مادر را سخت رنجانده بودم. او در نیت خانه‌دار کردن من بود. آرزو داشت که روی نبیره را می بیند. من به نیت و آرزوهای مادر اعتبار ندادم. مادر را ناامید کردم. آرزوهای مادر را برباد دادم. وی بنابر عزم سفری مکة الله کردنم از گناهم گذشت. دعا داد که سفرم بی خطر شود. سلامت برگردم. والدین خوب می دانستند که زیارت مکه و مدینه از مقصدهای عالی اهل اسلام است. چنان که آگاهی دارید 101 خوف و خطر به سر من آمد. مادر گفته بود که به زیارت مکه و مدینه روم از نام او
به درگاه مقدس سجده بیارم، به خداوند التجا کنم که به دیدار یکدیگر برسیم. امیرم، اگر تا به آخر از روی وعده‌ای به مادر داده‌ام عمل نکنم، وعده خلاف و گور سوخته می شوم. این را نه خداوند می پسندد، نه بنده خدا می بخشد. بغیر از این، همسفری من دوست عزیزم دادرخواندم شیخ محمد 11 سال می شود که در تبریز چشمش به راه من است. وی نیز با مقصد زیارت مکة الله با من به راه افتاده بود. امیرم، دیدید که چند قرض بندگی بر دوش من است. بعد این قدر لطف و کرم امر شما برای من واجب است. به ضمن این بلند همتی ها به بنده باز یک نیکی کنید و اذن دهید که ما راه مقصد نجیب را ادامه دهیم. مرحمت، من راضی هستم، اما شما خیلی خسته حال و اذیت کشیده هستید. امیرم، با که نی، به تبریز می روم، چند طبابت می کنم. اگر شفا یابم باز به سفر می برایم. لیکن اگر درد غالب آید، در راه نیت نیک جان به الهی سپردن عین مدعا می بود. تیمور به جانب سرداران لشکر که کمی دورتر می ایستادند نگریسته فریاد کرد: سپهسالار، به نزد من. مردی تنداری جوشنپوش دوان آمد، سلام داده به فرمان نگران شد: از جنگ دیدگان شجاع دسته جدا کنید که حضرت را تا به منزل دلخواهشان گسیلانند. برایشان توشه سفر آماده سازید. به وزیر بگویید که خرج راه و اسباب روزگار آراسته کند. به چشم، گفت سپهسالار و از پی اجرای فرمان امیر رفت. امیر تیمور دست برداشته بود که خزیندار دوان آمد. تیمور مشتش را نشان داد. خزیندار از بغل همیان کلان وزنین را برآورده تعظیم کنان دراز کرد و با اشاره سرجنبانی امیر به در رفت: خواجه بزرگ، این برای خرج و خراجات شما. کمال همیان از دست امیر گرفته دست بر روی دل نهاده منتداری اظهار کرد. برای چنگ و غبار نخوردن عرابه سواران دسته مسلح سربازان از قفا می رفت. کوچه سرچنگ و خاک مرکز شهر به آخر رسید. راه دیه سر شد. سواران به کنار آب روان برآمدند. گنجشکان در بری تپه لب آب خاک بازی کرده بعد به جوبار غوطه می زدند. سیله سیله پریده می رفتند. گنجشکان دیگر به خاک بازی و آب بازی می آمدند. از میدان و تاکزارهای سری راه صدای خوانش مرغان به گوش می رسید. کبوتران کوهی جفت جفت در گنبد لاجورد آسمان ها جولان زده بال و پر افشانده به هم رازی دل می گفتند. صعبه و بلبل، مینه و سنگادوک در وصف بهار بحث مبحث نغمه سرایی می کردند. از شاخ به شاخ پریده نوده ها را بلرزه می انداختند که از آن پلکچه های گل شفتالو و زردالو، سیب و آلو بالو به زمین می ریختند. بوی گل درختان به مشام رسیده دماغ رهگذرها را می پرورید. از این نکهت دماغ پرور سواره ها سرمست بودند. شمیم گلهای رنگه موضع به موضع تغییر می یافت و یکی از دیگری خوشتر بود. خواجه کمال از تماشای وادی گلفشان چشم نمی کند
و در راهی بی آخری خیالات با یاد دیار به باغات لبی سای به پس دیواری میدانی ابو سعید رسید که گلندام بر روی صوفه دانه پاشیده به اطرافش پرنده های خوشخوان را جمع آورده برایشان شعر می خواند. ای منت جانفشان دیرینه، داغ عشقت نشان دیرینه، به فراموشیت نیامده نیست یاد از عاشقان دیرینه. بی تو بودم هلاک خویش گمان، راست کردی گمان دیرینه. گو غمم خور جگر که نیست دریغ، هیچ از این مهمان دیرینه. پیر گشت و هنوز هست رقیب، آه از این سخت جان دیرینه. نوگلی چون تو بایدم نبهیشت، چی کنم بوستان دیرینه. سگی کویت چو دید لاغریم، بو نکرد استخوان دیرینه. بر ندارد کمال تا دری حشر، سر از این آستان دیرینه. تا چو مجنون بساخت دفتری عشق، تازه شد داستان دیرینه. از در و دیوار سگان به خروش آمده به پیشوازی مسافران برآمدند. از ولوله آنها مرغ خیالات از سری شاعر پرید. وی دید که یک سگ مله گوش و دم بریده از قفا راست به عرابه حمله می آرد. خواجه که پای آویزان کرده می نشست، پایهایش را بالای عرابه گرفت. سربازی سواره آمده سگ را با تازیانه زد. سگ از ضرب آن انگس زده گریخت. از ولوله اش سگان دیگر به شور آمدند. صاحبان باغ و میدان به سری راه برآمده با کلتک و سنگ و کلوخ هیبت کرده سگان را می راندند. خواجه کمال تبسم می کرد. همسفرش در تعجب بود که اینجا چه جای تبسم است؟ می بینم که شما به تبسم من حیران شدید، گفت خواجه. من شور و غوغای آنها را فهمیدم. آنها از ذات نجات دهندگان من هستند. طعنه میزنند که چرا به زیارت ما نایستاده گذشته می روی. تو کو به طفیل زیرکی و بویگیری ما عمری دوباره می بینی. شاعر به همسفرش از واقعه بیابانی ریگ روان درباره آن که چطور او در دم هلاکت بود و با یاری سگان کاروانی ها 2 نفر را چطور نجات دادند به تفصیل حکایت کرد. عرابه از راه هموار به سوی تپه روانه شد. سواره ها وقتی که به سری تل رسیدند همه از راه باز ایستادند. خواجه کمال از عرابه فرامد. قدقدی پشته سبز پوش قدم زده به اطراف نظر دواند که از آنجا منظره شکوفانی روستاهای نواحی تبریز نمودار می گشت. تماشای وادی گلریز برای مسافران فرح فضا و تراوت بخش بود. هر قدر چشم دوزن گرد و اطراف همان قدر پرفیض و دلفریب میتافت. ولی آن کوه در سمت شمال شرقی تبریز افتاده است. راهی که از شمال می آمد راست به آن دیار هنرمندان می برد و از سری تپه نشیب می شد. مسافران تماشای بهاران دلکشا را قطع کرده سفر را ادامه دادند. سردار دسته مسلح از روی فرمایش امیر تیمور خواست قاصد بفرستد و خبر رساند که شاعر خواجه کمال از اسارت برگشته‌اند به شهر می آیند. اما خواجه قبول نکرد. گفت که هیچ کس را
به تشویش ماناندن نمی خواهد و بیخواست به شهر درآمدنی است. به مرزه ولیانکو رسیدند. از پیش به خچر عرابه دوچرخه مرد 2 تنور بار کرده می آمد. وی سلام داده گذشته رفت. کمی راه گشت و رو به عقب گرداند و دید که در قفای عرابه پایهایش را دراز کرده خواجه کمال نشسته است. عرابه اش را نگه داشت. خواجه بزرگ خوش آمدید گویان به جانب عرابه شاعر دوید. کمال به زمین فرآمد، با وی هم آغوش شده گرم و جوشان واخوردی نمود. مرد سر به کتف شاعر گذاشته به مثل کودک نالیش می کرد. گشته و برگشته از سر و رویش می بوسید. سرداری دسته به مرد شوخی آمیز مراجعت نمود. های برادر، از حد نگذر. اگر تو بر این 10 نفر سری راهی ما را گرفته شاعر را این خیل تله کنن، ما او را تا به منزل چطور صحت سلامت می رسانیم؟ آن به که تنور به حولی بری، نان گرمی روغندار پخته 1 سبد از آن بگیری و به زیارت خواجه بیایی، ما هم با جان و دل. مرد دوان رفت، زیرا خچیر از روی راه برآمده بود و از کنار جری علف می‌خورد. می‌بینم که روزانه به حولی رسیدن مشکل. بیایید در دیه استراحت کرده از کوفت راه فارغ شده شبانه به منزل رویم، گفت کمال. اگر در محله مرا ببینند استاد پروا نکنید، ولی کمتر به ما حقوق پاسبانی دهید. دیگر به یگان شخص رخصت نمی دهیم که سد راه ما شود. اگر نرنجید تا رسیدن به درگاه خودتان به شما عنوان اسیر افتاده می دهیم. هرچی می خواهید بکنید، ولی مرا به کشمکش نه اندازید. از آغوش کردن نانوای میانم به درد درآمد. سرداری دسته مردی شوخ طبیعت بود. در سفری دور و دراز خوش چقچقی او برای خواجه کمال خیلی پسند آمد. وی در موردهای به غم و اندیشه فرو رفتن شاعر لطیفه یا حکایتی عجیبی گفته خواجه را خرسند می کرد. بعضن چنان بزلگویی می کرد که کمال دست افشانده کفایه کفایه از خنده رودکن شدم گفته عرض می کرد. خواجه بزرگ، از گناه هم گذرید. اگر نمی رنجم گویید بنده یک پیشنهاد عالی جناب دارم. بفرمایید، اما از حد نگذرانید. به چشم. چی می شود که به سرتان چادر پوشانده به حولیتان همچون نوعروس بریم؟ به شما گفتم که از حد نگذرانید. عذر نباشد به نوکرها فرمایم که مرا زنجیر بند کنند، به نزدتان شینانند. من خود را دیوانه وانمود می کنم. شما دعا خوانده مرا کف و صف کنید. هیچ کس جرأت نمی کند که به دم نفس شما ایستد. هر کس می ترسد که دم نفس عزایم خان رسد، دیوانه شدنش ممکن. اینش کمتر به حقیقت نزدیک. اما من می ترسم. از چی می ترسید حضرت؟ از کف و صف. اگر از راستی دیوانه شوید، من از دوست خوش چقچق و از یاری لطیفگو جدا می شوم که این برایم المناک است. از دور از جانب ولیانکو 4 نفر مرد در تاز می آمدند. معلوم شد که آنها دیر باز می دوند. در نیمه راه باز ایستاده نفس راست کردند و باز دویدند. استاد، به نظرم آنها به پیشوازی ما می شتابند. امروز هر کس بدود به پیشوازی من می تازد مگر. شاید به جستجوی یگان کس یا مال برآمده اند. از روی احتیاط از عرابه می فرایم.
راهی ما نیشب، راه گشتن بی عذاب است. خواجه کمال از قفای عرابه و پهلوی اسب گذشته، چشم به جانب مردانی از پیش آمده انداخت و از دور گلکار و دریدگر عبدالله جبه‌ساز و شیخ محمد را شناخت. وی کوفتی راه و دردمندی را فراموش کرد و به پیشواز یاران قرین شتافت. دوستان جانی دیگر نمی تاختند، بلکه گویا می پریدند، می کوشیدند که هرچی زودتر با خواجه واخورند، تناب راه او را بکشند. چون به هم روبرو آمدند خیلی خسته حال شده بودند، مجال حرف زدن نداشتند. هر 4 تن سر به زیر پای خواجه انداخته و پایهایش سخت چسبیدند. آنها نفس تنگ شده بودند، حشاس می زدند. خواجه دست به سر هر یکی آنها نهاده از ریختن اشک چشم به زور خودداری می نمود. سردار دسته پاسبانان و سربازان از اسبها فرآمده افتادگان را به پا خیزاندند. از کوزه یک پیاله آب ریخته به هر کدام نوشانیدند، امکان ندادند که دوباره به یکدیگر بچسبند. شیخ محمد و عبدالله از بر خواجه گرفته به راه افتادند. گلکار و دریدگر از پهلوی هر دوی آنها می رفتند. از کجا خبر یافتید؟ نفس راست کرده پرسید شاعر. نانوای به ما مژده رساند. به خانه رسیدن زمان به اسب سوار شده با راه پایان از بین میدانها گذشته به نزد ما آمد. پاسخ داد شیخ محمد. جامه‌ام را کشیده به او پوشاندم. گفتم که در حوله ایستد. به کوچه برآمده از آمد شما به دوستان خبر دادم. مرا مجبور می کنید که شما را از هم جدا سازم، عرض نمود سردار دسته. به گفته استاد محترم از حد نگذرانید. شیخ محمد به وی و به سربازان نظر انداخته تنها اکنون سرفهم رفت که خواجه کمال در احاطه مردان مسلح می باشد. دلش هراسید، از راه باز ایستاد، می خواست بداند که این چی معنا دارد. استاد از اندیشه شاگرد پی برده گفت: شیخ آسوده باشید، آنها پاسبانهای خاصه من هستند. امیر تیمور به من عنوان لشکرکشی نظم را عطا نمود تا که ملک شعر و شاعر از هجوم اجنبی ها ایمن باشد. به من سپاه نیز دادند. سر تا سری راه در اندیشه آن بودم که به آنها چی عنوان دهم. ما به خود عنوان یک عمره انتخاب نموده ایم، عرض نمود سرداری دسته. ما سربازان لشکری نظم، مخلصان اشعار خواجه کمال هستیم. شما گفتار 19 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که به 675مین سالگردی بزرگداشت کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.